خب امروز اینجا در خدمت ابراهیم برفرازی هستیم، آرتیست فوق‌العاده این نقاشی ها و من افتخار اینو دارم که در گفتگو با تو باشم. ابراهیم، دلم میخواد با یه معرفی خیلی کوتاه از تو شروع کنم در حد یکی دو جمله و اون این که این نمایش فوق‌العاده دومین نمایش تو در گالری ایران شهره و اولین نمایشت با عنوان 2000 و چند، اون هم در گالری ایران شهر برگزار شده و پیش از اون هم ولی نمایش‌های دیگه‌ای داشتی. من دوست دارم از اینجا شروع کنم که اول به این بپردازی که چی شد که نقاشی یک بخش خیلی مهمی از زندگی تو شد و از اونجا بیای یه مختصری از سابقه نمایشیت هم برای ما بگی. خب این که نقاشی از کی در واقع جون گرفت تو زندگی من، نمیگم مثل خیلی از نقاشام از کودکی عاشق نقاشی بودم، وای نمیدونم من این اتفاق نهادینه بوده. نه، در نهایت هر کسی که یه مسیر حرفه‌ای رو طی میکنه از یه کنش‌هایی که از کودکی میاد شروع شده و خیلی وقتا حتی ممکنه تروماهای کودکی باشه، ولی من میتونم بگم که مهمترین عاملی که باعث شد من نقاشی کنم عشق به خواهرم بود. من یه خواهری دارم به اسم زکیه، 7 سال از من بزرگتره و ایشون نقاشی دوست داشت و نقاشی میکرد و من زکیه رو خیلی دوست داشتم و به وقتی تو کسی رو دوست داری به همون میزان علایق اون علایق تو میشه. خب اون نقاشی میکرد و من به طبع از اون تقلید میکردم. حتی خط نوشتاری من خیلی شبیه به زکی است چون خطش رو دوست داشتم و شبیه اون مینوشتم. خیلی وقتا دفتراشو برمی داشتم، از اون دفتر اون مینوشتم. و از طرفی تو دوران کودکی من یه فیلمی پخش میشد با عنوانش یادم نیست، سازندش یادم نیست. یه پسری بود که پدرش افتاده بود زندان و این میرفت طلبای باباشو وصول کنه تا بتونه باباشو به خاطر بدهی افتاده زندان آزاد کنه. این پسر میرفت مثلا مغازه یه نفر میگفت خب مثلا این پول بابای منو بده، میگفت بشین تا ظهر اینجا تا من کاسبی کنم جمع شو بده. باش. اون تایمی که اونجا منتظر بود با زغال از اینا پورتره میکشید و من آرزوم این بود که یه روز یه نفر بشینه جلو هم و من با زغال ازش پورتره بکشم. خونه ما یه خونه قدیمی بود، توش تنور داشت و من همیشه میرفتم از تو تنور زغال میآوردم. کنار شیر آب تو حیاط یه دیوار بود که یه دیوار سیمان سفید صاف بود. من رو اون طراحی میکردم و همیشه دوست داشتم پورتره بکشم، نه چیز دیگه، نه دار درخت بکشم، نه نمیدونم طبیعت بیجان بکشم. همیشه دوست داشتم پورتره بکشم. پورترهایی رو میکشیدم، بعد دوباره شیر رو باز میکردم، شیر آب باز میکردم، آب میگرفتم، اینا شسته میشد میرفت، دوباره میکشیدم. زغال تموم میشد، دوباره میتونم از تو تنور زغال میوردم و دوباره این کاری بود که من مدام تکرار میکردم و هر از چنگایی نقاشی میکشیدم میفرستادم بره تلویزیون و هر روز میشستم تلویزیون نگاه میکردم که این پخش میشه، نقاشی من نشون میدن و متاسفانه فهمیدم که دختر دایم هیچ وقت نبرده اینا رو پست کنه، چون میدونم دختر دایم ببره پست کنه و هیچ وقت اون پست نکرده بود که من اینا رو ببینم. در نهایت این داستانه بود تا اینکه من رفتم کلاس تو ارشاد نیشابور، تو سازمان ارشاد نیشابور کلاس هنری برگزار میشد، امور هنری ارشاد. رفتم کلاس یه آقایی و ایشون یه مقدار با من طراحی کار کرد. اسمشو نمیبرم چون الان خیلی آرتیست مطرح، البته اسمشم ببرم چون الان اونم راه و روش رو عوض کرده، یه آرتیست مطرح، کانسپچوال آرتیست، کریم اللهخانی. و بعد ایشون شروع کرد با من سیاه قلم کار کردن و سیاه قلم کار کردیم. با یه پورتری برای من کپی کرده بود و آورد و من شروع کردم اینو سیاه قلم کار کردن و 2 ماه الاف این بودیم در نهایت. بعد کاغذی که من خریده بودم یه کاغذ اشتنباخ بود که اینو نصف کردیم و نصفشو بردم سر کلاس اونو کار کردیم، نصفش مونده بود
من شبی که قرار بود فردا آخرین جلسه کلاس باشه، یه دونه کار دورر داره، چاپه، یه پینه دوزه داره، یه چیزی رو میدوزه. بعد تو کتاب خواهرم بود، این تصویرش تو کتاب هنر خواهرم بود. برداشتم من این کار رو با همون سیاه قلمی که ایشون به من یاد داده بود کار کرد و بردم سر کلاس فردا. و برای ایشون عجیب بود که اینو کی کار کردی؟ دیشب. کی تموم کردی؟ دیشب. میگفت مگه ممکنه؟ و داستان این چنین بود. بعد که ایشون از نیشابور رفت و تحت تاثیر دکتر کفیچیان خب شد یه آرتیست مطرح و متقابلا مسیر آرتش هم تغییر کرد و الان واقعا یه آرتیست مطرح جهانیه، تو کار کانسپچوال آرتیست هنر محیطی کار میکنه. گذشتش تا اینکه یه استادی به اسم آقای علی سیدانی که بعدها من شاگرد ایشون بودم، دانشگاه تهران این نقاشی میخوند و سر اینکه ارشد شرکت کرده بود و هنوز دانشجو ارشد نشده بود، یه پارت اومد نیشابوریانی شد و اونجا من با رفتار حرفه‌ای طراحی دست آزاد از ایشون آشنا شدم تا دیدم که اومد سر کلاس، یه پسر بچه گفت اونجا وایسا، شروع کرد طراحی کردن و گفتم این اون چیزیه من دوست دارم. اون دوران تو دبیرستان بودی؟ دقیقاً تابستون بین سوم راهنمایی و دبیرستان، بین 12 تا 13 سالگی یا 13 تا 14 سالگی میشه. بعد ایشون فقط کلاً 2 ماه 3 ماه هم نیشابور بود، دوباره ارشد قبول شد و اومد دانشگاه تهران و دیگه ما ایشون ندیم. ولی مواجهه من با یه آرت کاملا حرفه‌ای از ایشون انگار شروع شد. خب دیگه من سعی کردم همون روشه و همون مسیره رو ادامه بدم تا اینکه 19 سالم که شد دوباره نیشابور به واسطه اینکه دانشگاه فردوسی مشهد هنر آورد و علما مخالفت کردن با اینکه دانشگاه هنر تو مشهد باشه، دانشگاه هنر فردوسی مشهد اومد تو نیشابور. خب فاصله مشهد تا نیشابور 100 کیلومتره، اومد تو نیشابور، در عین حالی که برای نیشابوری خیلی خوب شد، برای خب دانشجوی هنر بد شد، چون که شهر بزرگ به شهر کوچیک جابجا شد. حالا نیشابور کوچیک نیست، بازم بزرگترین شهرستان ایرانه، ولی در نهایت و از خیلی از مرکز استان‌ها بزرگتر، ولی در نهایت بازم نسبت به مشهد خب یه شهر کوچیک‌تر بود و برای دانشجوها که نیاز به ارتباطات بیشتری دارن یه شهر بزرگ به یه شهر کوچیک جابجا شد. ولی برای ما خیلی خوب بود. چرا؟ چون ما مواجهمون با آرت حرفه‌ای تغییر کرد. در نهایت من اونجا کلاس آزاد شکل گرفته بود تو دانشگاه. من دانشجو نبودم اونجا، کلاس آزاد شکل گرفته بود و از قضا استادش علی سیدانی بود. من دوباره رفتم کلاس ایشون و یه تایمی رو با ایشون طراحی کار کردم، حدود تقریباً 1.5 سال تو همون کلاس آزاد. بعد از اون دیگه خب یه تایمی رو خودم تنهایی ادامه دادم. رفتم حتی رنگ شروع کنم، به زعم اینکه خیلی طراحی رو دوست داشتم رنگ رو ادامه ندادم، یعنی شاید 1-2 تا کار کردم، بعد رهاش کردم، رنگ کار نکردم. یکی این که خب طراحی خیلی دوست داشتم، یکی این که تو طراحی دستم پیش بود، دوباره از ابتدا یه چیز دیگر شروع کردم خیلی سخت بود. یکی هم این که هزینه هاش بالا بود، چند تا دلیل موجه داشت. بعد من طراحی رو ادامه دادم تا اینکه یه کلوب طراحی داشتم. یه روز یه آقای اومد به اسم علیرضا پویایی، نشسته بود رو زمین با یه اکت خیلی هیجانی و وحشیانه‌ای طراحی میکرد و خارق‌العاده طراحی میکرد. بعد بهش گفتم که تو کجا طراحی یاد گرفتی؟ گفت پیش مرداد خطایی. گفتم مرداد خطایی کجاست؟ گفت تهران. اینجوری من بعد من یه مقداری با نگاهی که به طراحی اون داشتم طراحیم تغییر کرد، دوست داشتم، تا اینکه با هادی عرب نرمی میشناختمش، نیشابوری بود، تهران درس میخوند. اومد و یه روز بردم طراحیامو نشون هادی عرب نرمی دادم.
از بین 3000 تا طراحی یکی برداشت گفت هر وقت اینجوری طراحی کردی خوبه. بعد گفتم من اصلا فرو ریختم، من این همه دارم تلاش میکنم بنبست تو 3000 تا یکی. بعد گفتم تو دوست دارم برم یکی از میگن مرداد خطاییه کارش خوبه، من ندیدم کاراشو ولی خب تعریفشو زیاد شنیدم. بگو اتفاقا من شاگرد مرداد خطایی‌ام. گفتم که منم میخوام بیام بشم شاگرد مرداد خطایی. میشه ماهی یه بار بیام؟ من از نیشابور بخوام بیام برگردم سخته. گفت شاگرد اینجوری قبول نمیکنه، اگه نهایتا میتونی 2 هفته یه بار بیا. گفتم باش کارامو بکنم بیام. راه افتادم رفتم تهران. از نیشابور رفتم تهران و رفتم پیش مرداد خطایی و من حتی مرداد خطایی رو نمیشناختم. داشتم طراحی میکردم. بعد هادی اومد گفت چه نمیری با استاد صحبت کنی؟ گفتم که استاد کدومه؟ گفت اونه دیگه. همون آقای اون جوونه که اون استاد نمیشه که. تصورم این بود مرداد خطایی یه آدم سن و سالدار مثلا جا افتاده با یه قد 2 متری مثلا فلان اینا تصوره، چون احمد وکیلی رو دیده بودم فکر می‌کردم اسمش در نهایت من رفتم و یه ترم پیش مرداد خطایی استایل طراحیم شکل گرفت. سال 86 یه ترمم رفتم. بعد دیگه خب راه دور بود، سخت بود اومدن رفتنش. خودم ادامه دادم تا اینکه هادی می اومد نیشابور. هادی عرب نرمی، خب هادی خیلی طراح خوبیه، خیلی مجسمه ساز خوبیه، در نهایت نقاش خوبیه. در نهایت من شروع کردم از هادی یاد گرفتم. یه تایم خب با هادی ما کار کردیم، طراحیم شکل گرفت تا اینکه من یه گفتگویی پس ذهن من خیلی تغییر داد مسیر زندگی من. داشتیم یه جا نشسته بودیم با دوستام داشتیم طراحی می‌کردیم. این دار و دسته‌ای که اینجا نشسته بودیم تو کلوب داشتیم طراحی می‌کردیم. 2 نفر اونور داشتن با هم دیگه صحبت می‌کردن. مهدی مهدیان، ابوالفضل رفیعی داشتن با هم دیگه صحبت می‌کردن و مهدی مهدیان به ابوالفضل رفیعی میگفت که مرداد خطایی به شدت تحت تاثیر تارکوفسکیه و من نمیدونستم تارکوفسکی کیه و نمیدونستم که تأثیر مرداد خطایی از تارکوفسکی چی بوده. رومم نشد برم بپرسم که آقا این آندره تارکوفسکی که شما میگین کیه؟ ولی تو ذهنم آشنا بود. یه کارتون فیلم داشتم، اینا رو ورق می‌زدم. یه روز اضافه دیدم یه فیلمی زده کودکی ایوان آندره تارکوفسکی. گفتم این همونه. نشستم 6 بار این فیلم رو دیدم، هیچی نفهمیدم. بعد گفتم خب مرداد خطایی نقاشه، اینم فیلم سازه، میگن مرداد خطایی تحت تاثیر اینه. خب اشکال نداره دیگه، منم استوب میزنم اینا رو طراحی میکنم. شروع کردم تمام پلان‌های کودکی ایوان تارکوفسکی رو کاغذ فابریانوی کیفیت خوب با زغال طراحی کردم. بعد اینجوری چیدم کف آتلیه‌ام، دیدم این که شد همش تارکوفسکی که. خب من چیکار کنم؟ خب اشکال نداره اینو زغاله. برداشتم شروع کردم اینا با یه دستمال کاغذی محو کردم. از بین رفت. چی موند؟ یه ترکیب بندی از تیره و روشن. حالا با این ترکیب بندی تیره و روشن میخوام چیکار کنم؟ شروع کردم همون ترکیب بندی های تیره و روشن رو میبردم تو کلوب های طراحی، پریسا رو میکشیدم میذاشتم اینجا، حامد رو میکشیدم میذاشتم. این لیوانه خب به این ترکیبه میاد اینجا، این موبایل اینجا، این میکروفونه باشه اینجا، این پله ها باشه اینجا. بی ربط بودن به هم دیگه. یواش یواش برای اینا داستان ساختم، ربط پیدا کردن. داستان از کجا می آمد؟ از پس ذهن اون تصاویری که تارکوفسکی به من داده بود، از پس داستان‌هایی که تارکوفسکی تعریف کرده بود، از پس داستان‌هایی که تو ذهن خودم بود. کار کرد. یه عالم شد. خیلی هم به من نقد میکنن، میگن کارات سینماییه. میگن من ترکیب بندی رو از سینما یاد گرفتم، من ترکیب بندی رو از نقاشی یاد نگرفتم که نقاشانه باشه. این اتفاق افتاد و بلند شدم اومدم پیش مرداد خطایی، کارا رو پهن کردم رو زمین. گفت میای اینجا چیکار کنی؟ گفتم میام طراحی یاد بگیرم. گفت اون چیزی که من میخوام به تو بگم تو بلدی، برو ببین میخوای با اینا چیکار کنی.
این طراحی این شکل گرفت. بعد که حالا وارد داستان رنگ شدم، یه داستان دیگه شروع شد. خیلی جالب بود به این موضوع ارتباط ترکیب بندی کارت با میزانسن‌های سینمایی اشاره کردی. به هر حال الان به خصوص، یعنی از زمانی که دیگه سینما اختراع شد و خب این تصویر متحرک در واقع وارد تجربه ما و وارد خاطره ما شد، مواجهه با خود نقاشی به عنوان یک تصویر ثابت هم حتی اگه نخوایم برای ما تغییر کرده و این خیلی این موضوع رو جالب میکنه، چون ما که الان اینجا بیننده های این مجموعه توییم، بعد از سالها که تو نقب زدی الان به سال 86 اینها و تقریبا دیگه حدودی حالا 20 سال 19-20 سال شده، خیلی جالبه که تو اون دیدی رو که از اونجا گرفتی همچنان در این نمایش هم آوردی. اما من الان دلم نمیخواد ما بیایم روی این نمایش، دلم میخواد یکم هم درباره اون ورودت به رنگ برای ما باز توضیح بدی، ضمن این که این رو هم برامون بگو که چی شد کم کم وارد فضای نمایشگاهی شدی و اینکه میدونم قبل از استودیوی فعلیت که توی همین محله ایران شهره اومدی تهران و در خیابون انقلاب استودیو داشتی. اینم برای ما تعریف کن چون ممکنه همه اینا به هم مربوط باشه. آره. خب داستان ادامه پیدا کرد و طراحی رو من تا یه جای پیش بردم و یه اتفاق افتاد. من دوست داشتم شغلم نقاشی باشه، در حالی که من خب یه دوره نجار بودم، 10 سال نجاری داشتم، یه کارگاه بزرگ نجاری داشتم تو نیشابور و 2 تا دفتر فروش دکوراسیون داخلی داشتم و کارهای مختلفی کردم، کارهای اقتصادی مختلفی کردم. خیلی هم موفق نبودم، البته نجاریم خیلی موفق بود، درآمد خوبی هم داشت، ولی در نهایت موفقیت از به این زعمم من بهش نگاه میکنم که آیا دوست داشتم 10 سال بعد بهم بگن ابراهیم برفرزی نجار، دیدم این عنوان رو نمیخوام، دوست داشتم ابراهیم برفرزی پشت اسمش نقاش باشه. برای نقاش شدن طراحی کافی نبود، وارد مارکت شدن طراحی کافی نبود و با اینکه طراحی رو خیلی دوست داشتم تصمیم گرفتم که رنگ رو یاد بگیرم. همزمان من دانشجوی دانشگاه نیشابور بودم و به شدت مشغول یادگیری نقاشی بودم و هرچی تلاش میکردم یاد نمیگرفتم، چون متاسفانه اساتید دانشگاه به 2 پول سیاه نمیارزیدن. میتونم بگم که من 4 سال دانشگاه نیشابور بودم و 4 سال وقتم هدر رفت. نه اینکه خوب نیست دانشگاه رفتن، من دانشگاه هنرم بودم خیلی تفاوتی نمیکنه، یعنی فضای دانشگاهی الان ما خیلی بده به خاطر اینکه چارت درسی مشخصی نداره، استادای مدعو این ترم هستن ترم بعد نیستن، استادای هیئت علمی یا پیر شدن یا توان تدریس ندارن، با گذشتهشون فقط دارن مباهات میکنن و این باعث شده که ما اگه بخوایم یه تایمی درباره شرایط آموزشی ایران بشیم صحبت کنیم، فکر کنم باید یه تایم طولانی ما وقت بذاریم درباره اینکه ویدیوکستی درباره شرایط. خب من سالها تو دانشگاه ایران درس دادم، دانشگاه نیشابور، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه شاهد، دانشگاه سراسری سمنان و ولی معتقدم دانشگاه‌های ایران متاسفانه هر روز دارن دچار افول بدتر و بیشتری میشن. یکی دلیلش اینه که تعدادشون خیلی زیاده، تعدادشون بیش از حده و شما وقتی قبلا 5 تا دانشگاه بود 200,000 تا شرکت کننده، برای این ورود به این 5 تا دانشگاه خیلی تلاش میشد و کسی که وارد دانشگاه میشد هم از عملی هم از تئوری قوی بود، یک کیفیتی داشت. آره. ولی متاسفانه الان علمی کاربردی سر هر کوچه هنر میاره و هیچ کی جلوگیر این داستان نیست. متاسفانه این داستان باعث شده که هیچ در واقع تجمیعی برای درست شدن این هنرجوها و دانشجوهایی که دارن تحصیل میکنن ایجاد نشه.
کنشیه که باید باز برمیگرده به شرایط آموزش پرورش و آموزش عالی کشور که میشه داستان طولانی. حالا من اومدم رنگ رو شروع کردم تو سال 89 و دیدم تو دانشگاه اتفاق برام نمیفته. سال 90 رفتم مشهد پیش استاد هادی تقی‌زاده و اونجا من در واقع تکنیک های رنگ رو از ایشون آموختم و همون رو ادامه دادم و این داستان ادامه پیدا کرد و بعد از اونم من آموزش دیگه، نه اینکه یاد نگیرم، من از اصغر کفچیان، دکتر اصغر کفچیان خیلی چیز یاد گرفتم، از منوچهر مغاری خیلی چیز یاد گرفتم، از آرمان یعقوبپور خیلی چیز یاد گرفتم و مهمترین کسی که به نظر من تو زندگی من تاثیرگذار بود تو آرت بازم هادی عرب نرمی بود، چون من با نسخه های این بسیار زندگی کردم. این آدم واقعا هم آدم آرتیستیه، هم زندگی آرتیستیکی داره. در مجموع من خیلی توی این مسیر مثلا مدیون ابوالفضل رفیعی هستم. ابوالفضل خیلی به من چیزی آموخت. در نهایت سال 91 من به یه اتفاق جدید برخوردم. یه فیلم دیدم از پینا باوش و این همه تخیلات منو به هم ریخت. اولین پست فیسبوک منو ببینی یه تصویر نقاشی شده کوچیک از رقص‌های پینا باوش و همیشه فکر می‌کردم که چطوری میتونم پینا رو وارد نقاشیام کنم. دوست داشتم متفاوت باشه. خیلی از پینا کار کردم، خیلی نقاشی دیدم از رقص‌های پینا کار شده و دوست داشتم تو مفهوم خودم پینا رو باش برخورد کنم، نه اینکه خب فقط یه صرف یک بازنمایی تصویری از عکس‌ها یا فرم‌ها یا رقص‌های مثلا پینا باشه. من دغدغه اکنون زندگی کردن رو دارم. من دغدغه زندگی تو الان و زندگی تو زمان و خیلی برام مهمه و پینا رو آوردم ریختم تو اون داستان و 2000 چند از سال 91 در واقع میشه گفت استارتش خورد تا سال 1403 اومد رو دیوار. یعنی 11 سال مشغول این مجموعه. آره، هی بازی شده باش، هی تو ابعاد کوچیک فلان اینا. مسیر نقاشی کردن اون مجموعه تقریبا 2 سال طول کشید. البته منسجم و مرتبم نبود چون من برای ارائهش برنامه‌ای نداشتم. من نمیخواستم ارائهشون کنم چون اصلا فکر می‌کردم ارائه نمیشن. یکی اینکه زن زیاد توشون بود، یکی اینکه رقص زیاد توشون داشت و احتمال اینکه تو ایران ارائه بشه نداشتیم. حتی روز اولی که آقای امیریان اومد با من صحبت کرد گفت برنامه چیه؟ گفتم نمیدونم. گفت یعنی اینا رو نمیخوای ارائه کنی؟ گفتم دوست دارم ارائه کنم ولی فکر نمی‌کنم قابلیت ارائه داشته باشه. گفت خب اگه ارائه نکنی چیکار می‌کنی؟ گفتم لوله می‌کنم میذارم کنار پارچه‌ها، دوباره یه استارت بعدی. ولی در نهایت شد و ارائه شد و ارائه خوبی هم اتفاق افتاد. در نهایت بعد از اینکه من یه سال پیش هادی تقی‌زاده رنگ رو یاد گرفتم، تکنیک‌های رنگ رو یاد گرفتم و بسیار استاد خوب و عالمی بود ایشون و شروع کردم به آزمون و خطا کردن تا اینکه سال 92 مهدی مهدیان رو دیدم. گفتم چیکار میکنی؟ گفت میخوام برم اوکراین. تو میخوای بری اوکراین چیکار کنی؟ گفت من هرچی فکر میکنم، من دانشگاه تهران رو تجربه کردم چیزی نداره، دوست دارم برم، پولم نمیرسه برم سن پترزبورگ روسیه، میرم اوکراین، میرم مرسه دوم رپین تو خارکیف یا خارکوف اوکراین. یه مرسه هست که مرسه دوم آکادمی رپین. میخوام برم اونجا. رفتم خونه به همسرم گفتم که دوستای من دارن برای آرت میرن خارج، من از نیشابور در نیومدم، پاشو جمع کنیم بریم تهران زندگی کنیم. موافقی؟ گفت. زنگ زدم به هادی، صبحش زنگ زدم به هادی، گفتم هادی من فکر میکنم بس نیشابور بمونم، باید بلندشم بیام تهران. گفت اگه فردا بیای دیره، امروز بیا. گفت برای تو بس نیشابور بودم. گفت پاشو جمع کن بیا. گفتم هادی من هنوز کارشناسیمو تموم نکردم، دفاع نکردم. گفت هر کار داری زمین بذار بیا.
در نهایت من یکم صبر کردم. از اون گفتگوی من با هادی بازم 1 سال طول کشید، شد سال 93 و 93 من دفاع کردم کارشناسیمو. 17 خرداد 93 من دفاع کردم. 5 تیر 93 من تو تهران خونه گرفتم. همون استودیوی خیابون انقلاب؟ نه اونجا نبود. اول تو منیریه یه خونه گرفتم 56 به طبقه 4، همه پولم به همون رسید و تمام پولمو دادم اونو گرفتم. حتی پول این که بعد بارمو ببرم بالا نداشتم. یه خونه گرفتم به 39 میلیون تومان رهن و 38 میلیون تومان پول داشتم، یعنی 1 میلیون تومان هم به صابخونه بدهکار. در نهایت اومدم تهران و هیچ جارم بلد نبود. من هر روز تو تهران گم میشد و کسی هم نمیشناختم. تنها کسی که من میشناختم تو تهران یکی هادی عرب نرمی بود که سمت نواب زندگی میکرد، یکی هم ایمان شورگشتی بود که الان خدا حفظش کنه بلژیک زندگی میکنه، اونم تو تهران پارس بود. هر دوشون دور بودن و من هر دفعه که میخواستم پیش اینا برم 1-2 ساعت گم میشدم بازم. یعنی خودت بود یا خوده؟ در واقع تنهایی عجیب. اون دوستانی پیدا کردم، دوستانی یواشاش ارتباطاتشون پیدا شد، کسایی که از قبل اومده بودن، همشهریان بودن. احسان گرایلی خیلی کمکم کرد، حمیدا ناصری خیلی کمک کرد. در نهایت اومدم و موندگار شدم و بسیار دلتنگی عجیبی داشت. من هر روز عصرها میرفتم پارک دانشجو میشستم گریه میکردم و اینو نمیتونستم به همسر و بچم ارجاع بدم چون اونا احساس ناامنی بیشتری میکردن. از این بابت مجبور بودم که به هیچ کی هیچی نگم و روزی 14 ساعت نقاشی میکردم. بعد خب این نقاشی کردنه من کسی رو نمیشناختم تو تهران، از طرفی دایره ارتباطاتم خیلی ضعیف بود، از این ور اصلا ورود به این داستان، ورود به مارکت، ورود به گالریا خیلی کار دشواری بود. ابراهیم تو قبل از اینکه بیای تهران توی مشهد و نیشابور نمایش داشتی؟ آره. اونا باعث نشد بتونی راحت تر وارد فضای نمایشگاهی تهران بشی؟ نه اصلا یه فضای متفاوت. نگاه کن فضایی که تو نیشابور هست خب یه فضای دوستانه است، همه همدیگه رو میشناسن و تو مثلا میگم تو نیشابور وقتی زندگی میکنی تو 20 تا نقاش، تو 10 تا نقاش، تو 30 تا نقاشی که وجود دارن، تو اگه اولش نیستی 30 هستی دیگه، تو 30 تا بازم معرفی میشی. ولی وقتی میای تو تهران تو بین 10,000 تا نقاشی که دارن هر روز حرفه‌ای کار میکنن تو خیلی گمی، تا وقتی پیدا بشه خیلی طول میکشه. در نهایت پس اون اتفاق اصلا نمیفته. بعد تو نیشابور که مطرح میشه خواه ناخواه مشهدی ها هم که نزدیک به تو هستن کم و بیش تو رو میشناسن. اگه نمایشی برای تو میذارن بازم از رو شناخت، نه اینکه یه آدم کاملا ناشناس تو کاراتو زیر بغلت بگیری بگی من اومدم اینجا نمایش بدم. خب من اولین نمایشم که تو مشهد داشتم به واسطه همکلاسیم خانم مهدوی بود که با یه گالری کار میکرد به اسم آسمان مشهد و اونجا به واسطه اون با فرانک چوگانیان مسئول گالری آسمان آشنا شدم و یه نمایش انفرادی از همون کارهایی که تحت تاثیر تارکوفسکی بود من اونجا یه نمایش گذاشتم. کارهایی بود با طراحی بود یا طراحی بود، نه صرف طراحی، کارهای زغال و پاستل بود، ترکیبی بود و اگه ما البته خیلی نمیتونیم تفکیک کنیم که چی الان نقاشیه و چی طراحیه، ولی یه سری روابط فرم، یه سری روابط محتوایی تو اونام حاکم بود، ولی تکنیکشون زغال و پاستل بود. در نهایت وقتی اومدم تهران خب مواجهم با گالری، با فروش، با مارکت یه چیزی بود که اصلا من دربارش شناختی نداشتم، اصلا نمیدونستم چیه. خب پس ایران شهر چجوری در واقع وارد فضای تو شد آقای امیریان؟ خب از همین شروع شد که من وقتی اومدم تهران من داشتم تو نیشابورم که بودم داشتم کارهای انجام میدادم که از 1 متر به بالا بود، کار کوچیکی نبود برای یه آدمی که هنوز شاید تجربیات نقاشیش اونقدر زیاد نیست، بازم کار کوچیکی نبود.
1 متر، 1 متر 40، 1 متر 60. عموما بومام تو این ابعاد بود و من یه خونه کوچیک داشتم 56 متر بود با زن و بچه‌م. آتلیه‌ای هم نداشتم. یه اتاقی بود که یه فضای 2 در 2 ازش جا مونده بود، پر از خرت و پرت و وسیله بود و من تو اون 2 در 2 کار میکردم که حتی یه بار هادی اومد خونه ما گفت خب تو این کارا رو کار میکنی کجا نگاهشو میکنی؟ گفتم میذارم جلو در میرم تو آشپزخونه وای میسم از دور نگاه میکنم ببینم چه اتفاق افتاده براشون. بعد دیدم من که کسی اینا رو نمیخواد، من با کسی ارتباط ندارم، کسی منو نمیشناسه و چند بارم اولین مواجهه هم تو تهران با یک گالری بود. اون زمان سی دی میدادن به گالری. من از اینو عکاسی کردم، سی دی کردم، بردم دادم به یک گالری. یادم جمعه عصر رفتم گالری، به اون منشی اون گالری اسم نمیبرم چون گالری معروفی هم هست الان، ولی رفتارش خیلی رفتار عجیبی بود. در نهایت سی دی بردم دادم به این گالری و سال 93 جمعه شب بود، جمعه عصر بود، افتتاحیه گالری دادم به اون منشی گالری. شنبه شب به من زنگ زدن از گالری و من هنوز اون دیالوگا تو سرم. گفتن وای خارق العاده است این کار، ما با دکتر فلانی و فلانی نشستیم این کارا رو دیدیم، این کارها عالی، شما تا الان تو این رول از هنر چرا کسی نمیشناسد؟ گفتم که خب من شهرستان بودم، تازه اومدم تهران، جایی ارائه نکردم. گفت میشه فردای قرار حضوری بذاریم؟ گفتم من فردا نیستم، یک شنبه با پسرم میرفتیم استق. گفتم دوشنبه میتونم بیام. گفت دوشنبه از ساعت 4 من منتظر شدم. من دوشنبه رفتم اونجا و این خانم اینجوری که نشسته پشت میزش داشت مینوشت، یه نگاهی به من کرد، به این نتیجه رسید که این به درد من نمیخوره. و این اولین مواجهه من با گالری های تهران بود. چه تجربه آره. تلخی. و حتی بیرون نیامد و حتی نگفت بیا بشین اینجا با هم صحبت کنیم. و 2 هفته قبل این خانم گفت که نمیشه بیای با هم بریم حراج. یادش نبود من همونم. گفتم دست شما در باش، انشالله ببینیم که حراجی بعدی چه اتفاقی میفته. خیلی سخت گذشت، خیلی و من به این نتیجه رسیدم خب کسی که منو نمیشناسه، کسی هم که اینا رو نمیخواد، کسی هم به این بزرگی هم کار کردن جا ندارم، چیکار کنم؟ شروع کردم کار کوچیک کردم، کارهای کوچیک‌تر از 30 سانت. برای چی؟ برای فیسبوک و بعد اینستاگرام. تنها راه ارتباطی من فیسبوک و اینستاگرام بود. اولی که اومدم تهران فیسبوک، چون گوشی اندروید نداشتم، رو لپتاپم نصب بود و بعد که گوشی اندروید گرفتم، اولم اینستاگرامم بازم رو لپتاپ من پیاده کردم، خیلی هم سخت بود، بلدم نبودم. بعدش نمیتونستم با فضاش ارتباط برقرار کنم تا یه گوشی اندروید گرفتم و یه گوشی اندروید هدیه دادن بهم در واقع، اگه نداشتم که بگیرم تو اون زمان. در نهایت اینستاگرام شد محل ارتباط من و من شروع کردم این کارو کوچیک کار کردن برای اینستاگرام، چون اگه می‌خواستم کار بزرگ انجام بدم 2 هفته طول می‌کشید، میشد 2 هفته دیگه یه پست. من شروع کردم کار کوچیک کار کردن برای اینستاگرام، کارهای زیر 30 سانت. هر روز یه دونه کار می‌کردم و من وقتی هم کار می‌کنم الانم همینطوریه، یه دونه کار شروع نمی‌کنم، 10 تا 15 تا 20 تا کار با هم شروع می‌کنم همزمان پیش که این یکی داره خیسه تا موقع روی یکی کار کنم، تا اون یکی گلیزش میکنم این یکی آماده بشه. بعد خب شروع کردم به کارهای کوچیک کار کردم و از هر کدوم یه ویدیو میگرفتم و بعد کار کامل شده شد تو اینستاگرام شیر میکردم. این چرخید و بعد یه ایمیل زده بودم، یه سی دی داده بودم به گالری شیرین، اولین نمایشگاه گروهی که من شرکت کردم تو تهران گالری شیرین بود. 4 تا کار بردم اونجا و بازخورد خوبی هم داشت، فروش نرفت. در نهایت من کارا رو برگردوندم و بعد از اون
با یک گالری تو سال 94-5 صحبت کردم و یه تعداد کار کوچیک بردم دید و خیلی ذوق زده شد از تکنیکش، از فرایندش و گفت بیا با هم دیگه کار کنیم و گفت میام آتلیه‌ات و اومدن این خانوم به آتلیه من 6 ماه طول کشید و اینقدر بدقولی کرد که من اصلا حالم به هم میخورد از این بدقولیه هر روز و در نهایت ما یه نمایشگاه با هم دیگه بستیم و یه نمایشگاهی که من خیلی زحمت کشیدم براش سر این بود که من بر اساس فیلم فصل کرگدن بهمن قبادی یه سری اتود زده بودم و میخواستم از نریشن اون فیلمم استفاده کنم برای این مجموعه و پیدا کردن بهمن قبادی خیلی سخت بود و من بهمن قبادی رو تو پاریس پیدا کردم به واسطه با اینستاگرام و اینا و در نهایت تونستم این پروژه رو باهاش شیر کنم و از نریشن فیلم استفاده کردم و یه مجموعه کار کردم بر اساس فیلم نریشن فیلم فصل کرگدن و قرارمون این بود که هدفون تهیه بشه و هر کس که وارد نمایش میشد از شروع نمایش اون نریشن رو میشنید و عنوان نقاشی ها بر اساس اون نریشن بود و در نهایت یه پایان بندی خیلی جذاب داشت. نمایشگاه نزدیک شد، من همه کارا رو رسوندم، آماده شد، نریشن رو آماده کردیم و گالری نمایشگاه کنسل کرد بدون که یک تماس با من داشته باشه، حتی یه پیام هم به من نداد. تموم شد و من بعد از اون تصمیم گرفتم که با هیچ گالری صحبت نکنم، سراغ هیچ گالری نرم. گفتم اینقدر کار میکنم تا این اتفاق بیفت و من دیگه سراغ هیچ گالری نرفتم. از سال 95 که بعد از اون گالری اون اتفاق افتاد تا که 96 بود، قرار بود 96 نمایشگاه باشه که کنسل شد دیگه، من سراغ هیچ اتفاقا جالبش اینه که تو اولین گفتگوم با اون خانم گفتم خانم من خواهش میکنم ازت اگه برای من نمایشگاه نذاشتی اشکال نداره ولی کاری نکن که من نتونم نقاشی کنم. من با هر گالری که وارد مذاکره شدم، خب قبلش هم بود گالری هایی که ما با هم دیگه صحبت کردیم بودم، من با هر گالری وارد مذاکره شدم 2 هفته تا یه ماه نتونستم نقاشی کنم. خواهش میکنم کاری نکن که من نتونم نقاشی کنم و این خانم کاری که من 3 ماه نتونستم نقاشی کنم. اوکی. بعد گفتم دیگه نمیرم، دیگه نمیخوام. شروع کردم بر مبنای همون اینستاگرام ادامه دادم. کنارش یه سری مجموعه های دیگه کار میکردم ولی ویترین اینستاگرام حفظ کرد. در نهایت سال 1402 بود، من یه کار داشتم کار میکردم مال همون مجموعه 2000 و چند که یکی از دوستان یه فاطمه یه عکس ازم گرفته بود گذاشتیم اینستاگرام. بعد شبش آقای امیریان به من پیام داد، گفت این روی اینستاگرام، گفت این چیه داستانش؟ گفتم اینا یه مجموعه است. گفت میشه من بیام ببینم؟ گفتم آره میشه. گفت من فردا میام ببینم. اومد و گفت چرا نیومدی با هم دیگه صحبت کنیم؟ گفتم تجربه ثابت کرده که با گالری دار نباید صحبت کرد. و گفت تو از اون هنرمندای لجباز سرتقی؟ گفتم شما اینجوری فکر کن. این گفتگو بین من و امیر شد. در نهایت گفت من این مجموعه رو میخوام. گفتم باش. گفت اینا رو برای کجا کار کرد؟ گفتم این 2 تا گالری میتونه اینا رو نمایش بده از نظر ابعادی، یکی مدار موازیه، یکی ایران شهر. گفت تو ترجیحت بکدوم؟ گفتم مطمئنا ایران شهر، چون مدار موازی من خواهم 2-3 بار بیشتر نرفتم، چون کارا نیاز داشت که یه فضایی باشه سقف بلند داشته باشه، یه فضایی باشه بزرگ باشه. در نهایت گفت که خب من اینا رو نمایش میدم. گفتم مطمئنی؟ گفت آره. گفتم چند تا گالری دار دیگه اینا رو دیدن، گفتن زن داره توشون، رقص داره توشون، امکان نمایش نداره. همون جایی که امیر اومده بود 8مین گالری داری بود که اون تایم اومده بود کارگاه من و اون هفته قبلی
همه داستان داشتن که بیا با مجموعه دیگت کار کنیم. گفتم من الان اینم، قرار نیست دیگه برگردم به گذشته. اگه میخوایم رولاب کنیم، نه اینکه برگردیم به قبلش. بعد اگر امکان این نیست که نمایششون بدیم، باشه میریم رو مجموعه دیگه. تا اینکه امیر اومد و گفت که من اینا رو نمایش میدم. گفتم قبلی‌ها اینو گفتن اینا خیلی بزرگه، گفتن اینا فروش نمیره، گفتن اینا رقص داره توش، گفتن اینا زن داره توش. گفت حالا برنامه میچینیم ببینیم چطور میشه. و پشتبندش شهرداری اومد سالن قبلی گالری ایران شهر رو دوباره پلم کرد. گفتم خب این دفعه هم پلم شد، بریم رو مجموعه بعدی دیگه، اینم محدود شد. 4-5 ماه بعد دوباره امیر بهم زنگ زد، گفت چیکار کردی؟ گفتم من کارا رو تمام کردم، دیدم از شما خبری نیست، بعدم گالری رو بستن دیگه، دارم کار دیگه میکنم. این کار رو شروع کرده بود. از مجموعه بدو هرگز نخواهد. این کار رو شروع کرده بودم. امیر گفت نه من دوباره میام با هم دیگه صحبت کنیم. گفتم خب تو که الان داستان گالری چی میشه؟ گفت داریم 2-3 جا گزینه کردیم. گفتم خب گزینه کردی بازم به همون ابعاد یه همچین داستانی داریم ما، چون این کارا باید یه جایی باشه جا بشه. گفت آره من چون هنرمندام عموما کار بزرگ انجام میدم باید. و شد 1403 و ما نمایشگاه 2000 چند رو گذاشتیم. و بعد از اون یک گالری از هند به من تماس گرفت که بیا با هم دیگه کار کنیم. من به امیر ارجاع دادم، امیر پیگیری کرد و ما مجموعه خواب‌ها رو بردیم دهلی نو و اونجا یه نمایشگاه موفق داشتیم و در نهایت رسیدیم به اینجا که امروز اینجا نشستیم و گدو هرگز نمیاد. خب من خیلی خوشحالم که اینجا نشستیم و خیلی خوشحالم که این چند دقیقه این فرصت داده شد که تو بتونی قصه اومدن خودت از کودکی که نقاشی کردن خواهرتو دوست داشتی تا این نقطه‌ای که الان در برابر این تابلوهای این مجموعه فعلی نشستیم، اینو بتونی خیلی قشنگ قصهش رو برای ما بگی، روایت کنی. حالا من دلم میخواد از همین نکته‌ای که چند بار توی جملات پایانیت بهش اشاره کردی شروع کنم تا ما در واقع از اون مجموعه 2000 و چند یه بررسی یه موضوعی رو شروع کنیم و بیایم روی این مجموعه. اون موضوع چیه؟ اون موضوع ابعاد بزرگ کار توه. دلم میخواد یکم برای ما باز کنی که این تمایل به ابعاد بزرگ برای تو هم به لحاظ اون حالا حس هنرمند بودن و چالش این کار، چون خب به هر حال اجرای کار بزرگ کار چالش برانگیزه، هم اینو دلم میخواد برامون باز کنی که چی باعث میشه تو بری سراغ این و دلم میخواد اینم برامون یه مقدار باز کنی که توی اون مجموعه 2000 و چند و توی این مجموعه به لحاظ اون اتودایی که زده بودی، فرم‌ها، رنگ‌ها، ارتباط اینا با همدیگه و با مخاطب، چی باعث شد که تو چنین ابعادی رو برای کارت انتخاب کنی؟ این که میگم من از سال 91 پینا رو که دیدم خیلی دوست داشتم بیاد تو کار. چند تا نمایشگاه رفتم که کارهای پینا رو کار کرده بودم و ابعادشون کوچیک بود، دوست نداشتم و من خیلی دوست داشتم اگه روزی برمیگشتم به 6 سالگیم یه رقصنده میشدم. مثلا اگه تو پاریس زندگی میکردم، البته نه تو ایران، رقصنده شدم به درد نمیخوره. در نهایت یکی از فیوریت‌های فانتزی‌های ذهنی بود. بعد خب من دیده بودم کسایی که از پینا کار کرده بودن، هم هنرمنده خارجی رو دیده بودم چند تا، هم تو ایران یه نمایشگاه رفتم مثلا تو گالری اینجا اگه اشتباه نکنم بر اساس فرم‌های رقص‌های پینا بود، اسم هنرمندش متاسفانه یادم نیست. بعد تا اینکه من یه نمایشگاه خیلی تأثیر گذاشت، مجید فتحی زاده، نمایش اولش تو گالری آبانبار منو انقدر به وجد آورد که من هر روز عصرها میرفتم اونجا میشستم
ساعت‌ها میشستم جلو این کارها و کارهای بزرگی بود. البته کارهای بزرگش که مثلا شاید تو این ابعاد نبود به این بزرگی، ولی اونقدر بزرگ بود که منو به وجد بیاره و خیلی هم خارق‌العاده بود و هنوز برای من شاید بهترین نقاشی‌های دیده باشم تو عمرم. اون نقاشی‌هایی بود که تو اون مجموعه مجید فتحی زاده دیدم، چون مجموعه بعدیش رفتم خورد تو ذوقم، دم در برگشتم. دوست نداشتم حالا اگه مجید اینو میشنوه شاید نقدی باشه به داستان نمایش دومش تو آبانبار. یادم نمایش دومش حالم خیلی بد بود، مریض بودم، بارونم میومد، با مریضی رفتم نمایشگاه گالری آبانبار، تو ذوقم خورد، دم در برگشتم. در نهایت ولی نمایشگاه اول انقدر منو به وجد آورده بود بر اساس نقاشی‌های دومیه، بوش، گویا کار کرده بود و خارق‌العاده بود، خارق‌العاده بود. ابعاد اونا رو که دیدم گفتم آها، اگر بشینه، اگر پینا تو این ابعاد بشینه، اگه پینا تو ابعاد واقعی انسانی قرار بگیره، میتونه اون چیز شکل بگیره. حتی یادمه ارکیده درودی خدا نگهدارش باشه، یه روز اومده بود آتلیه من، گفت ابراهیم اینا رو به این بزرگی کار کردی چیکار کنی؟ بردمش جلو کار میرور 2000 چند، گفتم ارکیده نگاه کن این کاره رو. گفت خب. گفتم اگه اینا ابعاد آدماش اندازه واقعی بود خیلی بهتر نبود؟ گفت آره. گفتم حساب کردم، دوست داشتم اندازه واقعی باشه ولی ارتفاعش میشد 6 متر. مجبور بودم تو این ابعاد کار کنم، اگه دوست داشتم ابعادش تو ابعاد انسانی باشه. کار میرو رو حالا اگه تو 2000 چند ببینید، ابعاد فیگوراش 80 سانت. در نهایت دوست داشتم که کارها ابعاد انسانی پیدا کنن. چرا؟ چون دوست داشتم تو که جلوی تابلوهای میسی خودتو اونجا تصور کنی، خودتو اونجا ببینی. و اینکه بعضیا خب متقابلا به واسطه اینکه اون ازدحام اتفاق میفته کوچکتر میشن، بزرگتر میشن، یا اتفاق این که خب ما تو ارائه مجبور بودیم یه مقدار ابعادم در نظر بگیریم، مجبور شدم بعضی وقتا از ابعاد انسانی بیام پایین‌تر. ولی در کل این باعث شد که خب بر هر اتودی، بر اساس اون هر اتودی که میزدم ابعاد انسانی کلی رو در نظر میگرفتم و ابعاد کار در میومد. ازدحام تعداد فیگورها باعث میشد خب ابعاد هی بزرگتر بشه. این شد که کارها یه مقداری ابعاد بزرگ پیدا کرد و حجیم شد و به اینجا رسید. حالا به هم بگو اینو برای مجموعه 2000 و چند الان توضیح دادی، من اینو برای این مجموعه در واقع گدو هرگز نخواهد آمد، خب تا حدی ملموسه، ولی اگه بتونی با توجه به اون در واقع استیتمنت خودت هم اینجا روی دیوار هست، استیتمنتی که نوشتی برای اینکه مخاطب اینو بخونه و حالا با توجه به این در مواجهه با این آثار قرار بگیره، این مفهوم انتظار کشیدن یا پرهیز از انتظار کشیدن در واقع، آره که دست بکش از انتظار، با توجه به این موضوع ابعاد انسانی این کارا رو چگونه می‌بینی؟ نکن الان یه اتفاق خیلی بد و خیلی بزرگ تو زندگی روزمره مخصوصا ما ایرانی‌ها، حالا این یه دهکده جهانی هم اینو داریم ولی ما تو ایران به شدت ملموس احساسش می‌کنیم. انتظار، همش منتظریم یکی بیاد نجاتمون بده، منتظریم ترامپ حمله کنه، منتظریم جمهوری اسلامی یه کاری بکنه، منتظریم و منتظریم طلا گرون بشه، منتظریم طلا ارزون بشه، منتظریم ملک بالا بره، منتظریم. بسه، منتظر نباش. میخوای چیکار؟ یه دلیلش که این دوست داشتم این تاثیرگذاری تو حجم بزرگ باشه، اون میزان انتظاریه که ما هر روز داریم میکشیم. هیچ که انتظارات تو رو برآورده نمیکنه. از هیچ که انتظار نداشته باش. اگر یه روزی هم یکی قرار باشه کمک تو باشه، قرار تو همراه اون باشی، قرار نیست سوار اون باشی. اگه یه روزی گدویی قراره بیاد، یه روزی امام زمانی قراره بیاد، قرار نیست تو سوار پشت اون باشی، اون تو رو جایی ببره، قرار تو همراهیش کنی.
پس بیا انتظار رو بندازش دور تا خودت شکل بگیری. زمانی که تو شکل گرفتی، اگر همراهی هم پیدا کردی، عاشقانه ای پیدا کردی، یه همراه پیدا کردی، یه دوست پسر پیدا کردی، یه دوست دختر پیدا کردی، یه همسر پیدا کردی، اون وقت میتونی شونه به شونش راه بری. ولی اگه قرار باشه سوار شونش بشی، اون تو رو زمین میذاره. انتظار تو زندگی ما ایرانی‌ها به شدت رسوخ کرده. توقع، انتظار، آینده، بعدن، شاید، نه، گدا هرگز نمیاد. هر کاری میخوای بکنی الان. خب خیلی اینو قشنگ گفتی و این باعث میشه من یه سوال دیگه ای از تو بپرسم. البته خودم جواب این سوالو میدونم ولی خب دوست دارم برای کسایی که ما رو بعداً میبینن یا میشنون اینو خوب باز کنی. این نمایش تو خب جمعه 22 خرداد افتتاح شد و بسیار افتتاحیه خاص و شلوغی بود و تا الان هم ما مخاطبای خیلی زیادی داشتیم. یکی از چیزایی که حالا در کنار بازخوردهای خیلی خیلی تاثیرگذار و مثبت من شنیدم درباره کارای تو اینه که بعضیا نه به عنوان حالا لزوما یه چیز مثبت یا منفی، ولی این رو در کار تو میبینن که ما ایرانی بودن یا فیگورای ایرانی اینا تو کار تو نمیبینیم. خب من تلاش تو برای در واقع یه مقدار پرهیز از این قضیه رو میدونم، ولی دوست دارم اینو خودت باز کنی، هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ فرمی. به هر حال توی کار تو فیگورهای خیلی زیادی دیده میشه و چهره‌های خیلی زیادی دیده میشه. دوست دارم اینو برامون بگی، هم به لحاظ مفهومی و هم نگاه کن، من ترجیحم بر هیچ جایی بودن. من معتقدم قبل از این که ما زن و مرد باشیم انسان بودیم، قبل از این که مسلمون و جهود و یهودی باشیم انسان بودیم، قبل از این که ایرانی و عراقی و افغان و اروپایی باشیم انسان بودیم. برگردیم به یه مرحله قبل از تمام این مرزها. شما اگه بری سر مرز افغانستان یا عراق یا هر مرز ایران وایستی، حالا مرزهای آبی رو خیلی تشخیص داده نمیشه، ولی مرزهای خاکی وایستی، پاتو بذاری اینور پاتو بذاری اینور، هیچ فرقی بینشون نیست. این مرزها رو من و تو نساختیم، کسانی ساختن که میخواستن به ما حکومت کنن. اگه این نوع لباس تن تو زاییده یک سری حجمه های تاریخی، اجتماعی، جغرافیایی و من ترجیحم به انسان بود، نه مکان خاصی، نه جای خاصی. اگر توان اینو داشتم که نود اینا رو میکشیدم و امکان ارائه نود داشت، همه رو نود میکشیدم، چون لباس خیلی معرفه. همین موضوع اتفاقا موضوع مهمیه، به خاطر اینکه باز من به نظرم میاد وقتی به آثار تو نگاه میشه ممکنه این شبهه ایجاد بشه که اینا غربی هن، آمریکایی، اروپایی هن. از همه جا این هستن. یه هویت خوب تو نگاه کن، سیاه هستن، سفید هستن. من حتی تو پورترام میچرخم، شرقی پیدا میکنم، هندی پیدا میکنم، غربی پیدا میکنم. من چون همه رو از رو رفرنس کار میکنم، هیچ کدوم ذهنی کار نمیکنم. بعد میگردم این شبیه فلانیه. حتی از سلبریتی هایی استفاده میکنم که همزاد پنداری بشه، چون معتقدم که زیبایی ریشه در زیبایی داره. اگر تو وارد شدی به یه جایی گفتی این ترانسبولواست، 100 تا نقب میزنی به گذشته، به رپین، به انقلاب بولشویک‌های روسیه، به نقاشی هایی که تو روسیه وجود داره، به نقاشی های سوریکوف، به نقاشی های کروماسکو و این ارجاع حتی غیر از توی شخصیت ها توی بعضی ترکیب بندی های توی کار تو هم دیده میشه. درسته. ولی مخلوطش میکنی با چیزهای دیگه. در واقع این موضوع وجود داره و این حالا خیلی جالبه که هم به لحاظ فرمی و هم به لحاظ مفهومی توی کار تو یک حالا شاید بی‌هویتی خیلی واژه خوبی نباشه، ولی خیلی هویت رو کمرنگ میکنه. اینجوری میشه در این باره گفت. خب یه چیز دیگه که اینجا باز
خوبه که دربارش صحبت کنیم اینه که آدما وقتی میان با کارت رو مواجه میشن به شدت تحت تاثیر قرار میگیرن، فارغ از اینکه خوششون بیاد یا بدشون بیاد. دلم میخواد درباره این صحبت کنی که تاثیرگذاری یک اثر نقاشانه رو در چی میبینی؟ یا کنیم ما در واقع وقتی یه نقاشی میبینیم با یه تصویر روبرویم، پس اول با فرم روبرو میشیم، به محتوای پس اون کاری نداریم. حالا با این تصویر روبرو میشی چه اتفاقی میفته؟ من معتقدم هر اثر هنری وجه‌های مختلف زیادی داره، ولی 2 تا وجه برای من خیلی مهمه: جذابیت، زیبایی. جذابیت اونه که تو یه دفعه جلوی یه اثر قرار میگیری، به وجد میای، قفل میشی، فریز میشی و بعد 10 دقیقه ممکنه یادت بره. جذاب بود، تموم شد. مثل موسیقی پاپ، مثل فیلم های تجاری هالیوودی، تمام. تو ممکنه کلی موسیقی پاپ بشنوی ولی یه هفته که گوش میدی دیگه از ادلیست تو خارج میشه، تموم میشه، پلیلیستت از اون فارغ میشه. ولی یه موسیقی کلاسیک گوش میدی، اولم خوشت نمیاد، خسته کننده است، اذیت. یه هفته بهش گوش میدی، ممارست، بعد از 2 هفته هر روز دوست داری گوش میدی. یواش یواش تفاوت‌های بین موتسارت و باخ رو میفهمی، یواش یواش تفاوت بین چایکوفسکی و ویوالدی رو میفهمی، یواش یواش میفهمی که شوپن نحوه آرشه کشیدن‌های کارهای شوپن با کارهای باخ فرق میکنه، یواش یواش رسوخ میکنه به تمام سلول‌های مغز تو و اینه که میگن موسیقی کلاسیک موسیقی فکر کردن. اون میشه زیبایی. جذابیت رو تو پاپ میشه جستجو کرد، تو رپ میشه جستجو، تو جاز میشه جستجو کرد. هرچند که موسیقی جاز یه اعماقی رو ایجاد میکنه، موسیقی پاپ هم عمق پیدا میکنه، نه صرف پاپیولار بودنش، صرف این که میتونه نقبی بزنه به کلاسیک، میتونه نقبی بزنه به عمق و اینو اگه بخوای بیاری روی نقاشی چه جوری؟ روی نقاشی هم همین داستان داره. من دوست دارم تو مواجهه و من به مخاطب فکر میکنم. خیلی از هنرمندان معتقدن که به مخاطب نباید فکر کرد، میگن خلوص اثر هنری رو از بین میبره و من برای این باور نیستم. من میگم که وقتی تو میخوای یه اثر رو خلق کنی، یه کاری رو انجام بدی، وقتی به ابعادش فکر میکنی یعنی داری به مخاطبت فکر میکنی، وقتی به تکنیکش فکر میکنی داری به مخاطبت فکر میکنی، وقتی به محتواش فکر میکنی به مخاطبت فکر میکنی. من تو مواجهه اول دوست دارم که مخاطبم اون جذابیت رو درک کنه. یکی از دلایل ابعاد بزرگ اینه، تو میاد وارد میشه، تونستم این مخاطب یه لحظه اینجا نگهش دارم. وقتی تونستم یه لحظه اینجا نگهش دارم، حالا بهش میتونم کلید واژه بدم، وارد محتوا بشه، وارد روابط فرم بشه، وارد پیچیدگی‌های اون نقاشی بشه، وارد تکنیک‌های به هم ریخته و آمیخته اون نقاشی بشه. حالا که وارد شد یعنی چی؟ یعنی 5 دقیقه دیگه به من وقت داده که با مغزش بازی کنه. تو 5 دقیقه من بهش کلیدواژه‌های پنهان‌تری رو بدم. یکی داره تو رو نگاه میکنه تو نقاش. به چیه تو نگاه میکنه؟ به اکنون تو نگاه میکنه. اکنون داره چه اتفاقی میفته؟ تو وارد شدی به اون نقاشی، تو ورود کردی، من کار خودمو کردم. یه ربع دیگه به من وقت بدی. تو یه ربع دیگه به من وقت بدی، به تو اجازه میدم که سر طنابو یا بگیری یا بری اونجا برقصی. حالا تویی که انتخاب بکنی. اگر یه ربع دیگه به من وقت بدی، مطمئنا شب تو رو پر کردم و ممکن فردا شب دوباره بیای اینجا. و این اون کاریه که من میگم که تو منتهی الیه زیبایی اتفاق بده. من همیشه آرزوم این بود که یه روزی نقاشی بکشم هم جذاب باشه هم زیبا.
و بسیار کار سختی بود. چرا؟ چون هماهنگ کردن جذابیت با زیبایی خیلی سخت میشه. شما یا کار تجاری میسازی یا کار عمیق میسازی. خیلی از آدم ها شاید نتونن کارهای آنجلوپولوس رو ببینن، شاید نتونن فیلم های تارکوفسکی رو تحمل کنن، سخته، آموزش میخواد. و خیلی از این آثار هیچ وقت برای آدم های منفعل ساخته نشدن، چون آدم منفعل میخواد از صبح بره سر کار، شب بره سینما یه پف فیلم بخوره پاش، بعد خوابش هم برده نه خوردن تخمش هم بشکنه، شب بره خونه بگیره بخواب. قرار نیست بعداً فکر کنه، قرار نیست بعداً اذیت بشه. خیلی از آثار هنری برای آدم‌های پیشو ساخته میشن، خیلی از آثار هنری برای آدم‌های ویرانگر ساخته میشن. کسی که میاد اینجا درگیرش میشه، ورود کرده، حالا ویرانگری شب اذیتش میکنه، فردا شب دوباره میاد. ولی من دلم میخواست که اگر یه آدم منفعلم اومد اینجا، حالا یه دفعه بگه این به این بزرگی چطوری کشیدی؟ حداقل سوالی براش ایجاد میشه. تصویرش اونجاست، ببین. این به این بزرگی چطوری اینجا بوم کشید؟ چارچوب 4 تیکه بود آوردیم اینجا کشید. یه سوال براش ایجاد شده. با اون یه سوال کفایت میکنه که اتفاقا رو جواب بده. این اون تقابل بین زیبایی و جذابیت رو برای من ایجاد میکنه و فکر میکنم به اون چیزی که سال 91 تو ذهن من هادی تقی‌زاده جا گذاشته رسیده. هادی تقی‌زاده میگفت اثر هنری باید زیبا باشه، از جذابیت دورش کنیم. و من میگفتم استاد باید اثر جذابیت داشته باشه تا طرف مخاطب قفل بشه روش و زیبا باشه تا عمق پیدا کنه توش. و من سعیم بر این بود تو این سالها و احساس میکنم یه جاهای اتفاق افتاده و امیدوارم این داستان ادامه داشته باشه. خیلی خوب برامون توضیح دادی این موضوع ابراهیم جان. من به نظرم میاد غیر از این دوگانه، حالا این دو سر طیف جذابیت و زیبایی که برامون توصیف کردی، روند تو رو به خصوص از 2000 و چند به این مجموعه گدو هرگز نخواهد آمد وقتی نگاه میکنم متوجه این موضوع میشم به عنوان در واقع کسی که پژوهشگر این حوزه هستم و افتخار همکاری با تو رو دارم به عنوان مدیر هنری در گالری ایران شهر. تو به خود مدیوم نقاشی و به خود تصویر هم فکر میکنی، اما به نظر میاد هنوز این قضیه یک در واقع در یک شروع خیلی واژه خوبی نیست، ولی چیزیه که قرار ادامه پیدا کنه در مجموعه های بعدی تو. دوست داشتم منم امیدوارم و دوست داشتم این گفتگو رو ما اینجا در واقع تموم کنیم که این جذابیت و زیبایی به خصوص چون به هر حال نقاشی مدیوم توه، موقعی در واقع در این تصویر نقاشانه به نوعی میتونه تأثیرگذاری بیشتری در زمان حاضر در این سال 2026 که ما الان توش هستیم 1405 زمانی میتونه روی مخاطبای معاصر یک تأثیرگذاری عمیق‌تر و به یاد ماندنی تری داشته باشه که یک تفکر درباره خود نقاشی هم در این تصاویر باشه. این در تصاویر تو هست و من امیدوارم که امتدادش رو در مجموعه های پیش رو هم ببینیم. صرفا به عنوان یک نکته کوچولی پایانی مطرحش کردم. امیدوارم خیلی امروز خوب زندگی کنیم تا ببینیم بعداً چی میشه. آره ممنونم ازت و خیلی متشکرم. سلامت باشید. متشکرم. امیدوارم شنونده های ما هم از این گفتگو هم لذت ببرن، هم اون یعنی در واقع همون جذابیت رو براشون داشته باشه، هم اون عمق مربوط به زیبایی رو براشون در واقع داشته باشه. ایجاد بشه. مرسی. قربان شما، محبت کنید.